آغاز یک روز کاری در کارخانه عظیم نیروهای اساد در وادی وخش. این کارخانه پس از تنفس زیاد فعالیت خود را از سر گرفت. در میان کارمندان نو شهناز خالو و زنی جوان از شهر لیوکند است. او و چند جوان دیگر پس از گذرانیدن آموزش ویژه در کارخانه اساد صاحب جای کار شدند. ما اساساً از روی اعلان به اینجا اومدیم، کورس‌های کوتاه مدت آموختیم. در نتیجه کورس‌های کوتاه مدت ما صاحب معلومات، صاحب دیپلم، من اختصاصی چلانگری اسباب‌های نظارتی چین کننده و اندازه‌گیری علم آموختم و در نتیجه صاحب دیپلم و همین جای کار شدم. شهنازه در کنار 177 جوان دیگر که از عائله‌های نیازمند ناحیه‌های کوشانیان، وخش و شهر لیوکند بودند، صاحب کسب ارزشمند شد. طرح آذوقه‌واری به خاطر آینده برنامه یوسید کسب‌های مهمی را مثل چلانگر الکترونی، چلانگر تامین تجهیزات و تحلیلگر موادهای شیمیایی آموزانده است. هدف این برنامه کاهش بیکاری در میان جوانان و تامین نیروی کاری در کارخانه‌های نوری‌های آزاد گفته می‌شود. بسیار کادرهایی که داشتیم در این کارخانه در طول 12 سال ما از دست دادیم و این برنامه برای ما نهایت ضرور بود. بنابراین در این برنامه ما بسیار متخصصای محلی رو به کارخانه جلب کردیم، به کار گرفتیم و این به واسطه بسیار یک پروگرام برای کارخانه مفید. مسئولین سازمان یوسید از انجام دوره آموزشی و همکاری کارخانه نوری‌های آزاد قناعتمند بوده برای 150 نفر افراد بیکار آموزش را در نظر گرفتند. مقصد ما از دوره آموزش 2 ماهه در آن بود که جوانانی که در تاجیکستان جای کار ندارند هم معلومات میگیرند و هم صاحب جای کار میشوند. حالا در این کارخانه 160 نفر ختم کنندگان را به کار گرفتند که نتیجه خوبی همکاری است. کارخانه نوری‌های آزاد از ماه اپریل سال جاری به کار آغاز کرده شبانه روز 250 تن کاربامید و امیاک دارو برای خواجگی‌های قشلاق را و کشاورزی تولید می‌کند. کارخانه نوری‌های آزاد پس از 1 سال گذشتن به اختیار شرکت آسیا کمیکال به کار آغاز کرد. سازشنامه اخیری که میان تاجیکستان و چین امضا شد از 400 میلیون دلار آزاد نیز بهره‌ور می‌شود. این کارخانه از شوروی پیشین و میراث مانده بارها از دست به دست گذشته است. یک بخش سهمی این کارخانه از صاحبکار زندانی زید سعیدوف بود که بعداً به فایده دولت گذشته بر اساس یک مزایده فروخته شد. مقامات هویت مالکان کارخانه را آشکار نکردند ولی از آنها صاحبکاران وطنی نام میبرند.